اولین کلمه‌ای که همه انسان‌ها سعی می‌کنند تا یاد بگیرند و بگویند این کلمه مادر است. هر جای این کره خاکی و با هر زبانی مادر عاشقانه ترین کلمه دنیاست. هیچ کس در زندگیش محبت عمیق‌تر و واقعی تر از محبت مادر را نمی‌شناسد. وقتی کلمه مادر به گوش ما میرسد، ذهن ما را و تمام زندگیمان را مرور میکند. شب بیداری هایش، قدم های کوتاه و آرامش، زمانی که ما راه رفتن را بلد نبودیم، دیکته های دوره های مکتبیمان و همه جای هایی که مادرهایمان کنارمان بودند. مادران همیشه حامیان ما بودند، پس بیشتر از همیشه قدر آنها را بدانیم.